مولا میگه که وهابیست، حتی یک استاد بود بیچاره جاهل چی میگه؟ تاس وهابیانی هستی. من گفتم سوک وای وهابی سوک ده؟ عبدالوهاب. دروغ ولی وای عبدالوهاب دقیقا پلار بود. عبدالوهاب پدر محمد بود که خودش مقلد بود. او با منهج بچه خود نبود، فکر از او دیگه قسم بود. حال تو مردم ها منصوب به سوی پدر از او میزه، او بچه داشت. اگه اینا مردم ها به طرف او عالم نسبت میتی باید محمدی بگوین، نه؟ بگوین که شما محمدیستین، نه؟ به خاطر که محمد نام شخص بوده. انشاءالله که ما یک چیز بسیار گفتیم اجدار دادم به میا که ما اگر کسی میگه که وهابی یهود نصارا بدتر بدون شک کافر شده. ما به گفته منی به فتوای رسول الله میگه کافر، فاول کافر مسلمان تکفیر کردی، نه؟ مسلمان چی کردی؟ کافر گفتی کافر شدی دیگه، خلاص شدی.